درود دوستان، خیلی خوش اومدید به سیلا یه ویدیو جدید. اومدیم با پارت 5 سیلا بازی آربیتریه. برو بریم سیلا سراغ ویدیو. سیلا. سیلا اه. سیلا سیلا. سیلا خب بشین بریم عملی. پاشو بی پاشو میخوای گن نزنیم به اه، ها؟ جاده. به نظرم یه نگاهی به جاده بیلاختیم بهتر. جاده من ندیدم. هی آبه نه گوسفند آبه ترمز دستی هست. شماخه نشسته اینجا میگه آبه. عملی این مال تو مال من بود، چی بود رفت؟ اون قوطی بود بابا. یا خدا سخت ریخت درستش کن. با درست کنم اوکی ولی سخت وا باشه هوا بخوری بهتر نیست. نه. آی گیر که کلم گیر کرد. کلش گیر کرد. آخ. یک خدا. نه یه دفعه دیگه بخوای ماشین تا یکی وایسا تعمیرش کنیم صبر کن. همینجا بزن وایسا یه اتاق کوچیک. فکر کنم تایرم باید عوض کنی. تایر نداریم. چرا یکی زاپاس عقبه؟ تایر با من. هیچی من نمیتونم از خودم مایه بذارم. خب. میگم تایر با من دیگه. خب بنزینمون هم تموم شده مملی. تا میای تو تو اون تایر قوطی ها تا میای تو تایر اوکی کنی بذارم جلو اینه بندازم. او جلو چک پوینته بنازم مملی. ولش کن مملی. چی تایر میگی؟ مایر رو نمیخواد چیز کنی. بذار سر جاش. یه ذره که بریم جلوتر رسیدیم به چک پوینت. خب با کدوم بنزین دقیقا؟ بنزین گذاشتم توش ریختم توش. گفتم از تموم کجا شد میدونی چک پوینته؟ چون رفتم جلو و دیدم. خب برو پس اوکی. چی بود اومد؟ چی؟ دوتا گوز یا این خود گاو اومدن. مردن آها. اینا چرا؟ ویدیو سیف شد. میگم ویدیو سیف شد. بازی رسیدیم چک پوینت. این چیه الان نگاه کن دست من این چیه؟ این چیه؟ به دل نگیر مملی. چیز خاصی این نیست. بازی چرا اینطوریه؟ مملی اینجا دوتا کافی شب هست. تو رو خدا نخواه ببریم بذاریم تو ماشین. ما یه بار این کافی ها بری رو سقف ماشین خوشگل شد. سقف ماشین خوشگل شد نگاه کن. اسکول. نه واقعا خوشگل شد. جان من. وقتی همه تایه رو عوض کنم. چی داریم شروع میگه. روبر به تو هم شیوه میگه. برو ضبط رو خاموش کن. ضبط روشن صدا میده. ولی دوتا میله اینجا ها، یعنی این میله ها رو باید ذخیره کنی. باشه خب بذار تو دشتی. نه بابا بذار رو سخت دستشویی نداری. تایه رو عوض کنم یا نه؟ میخوای عوض کنی؟ نه اوکی تایه ها شد. اوکیه. پیچاشو باز میشه فکر کن. ولی اینجا تایر هستا. میخوام میگه برات چند تایی بذارم. میبرم بالا. این ضبط بلد نیستم خاموش کنم میگه خاموش کن. خدا یه کنه. ذره رو مخ. خب یه دونه جکاکو. اینو بنداز پایین ببینه اینو گذاشتی بالا اینجا مثل بوق. نه جان من ای علی یه ثانیه گوش کن تو خودو بزن گوزنه باشه خیلی خوشگل میشه جان من. برو ببین انداختم جا نداریم میله جاش گذاشتم. نمیشه خب من میله جاش بزنیم. اینم فقط نمیجوری میگرده ببینه من جا خالی کجا اینو گوست بزنیم. من جک کو. جک اینجاست. جک کو ها. من نمیذارم ولی گوزنه رو برداره دارم بهت میگم. جلوتر که اینو نیاز شد بده میگم. اون موقع است که یه من دونش یعنی چیزت میکنم. اینجا. به نظرت اینجا باید چیکار کنیم؟ کوشی بی منو بگی بکش. منو چرا؟ بکش. منو بکش. اچ پی کمه منو بکش فقط خودت نمیری. خب آمپول بزن به. آمپول کجاست تو دقیقا؟ جیبت هست. جیرو من اف بزن. آها اوکی رو تو اف بزنم. اسکول. اسکول دیگه میگم. اچ پی من پر یه نشد سوار که. بگیر. یه تایر دیگه اینجا میخوای تایر رو عوض کنی واسه اطمینان یا نه؟ نه دیگه تایرها که میبینی هیچ مشکلی نداره این خرابی ماشین برای چیه؟
ماشین دوباره از اون جوشا میخوام. جوش میخوام تا اون درست. مملی چوب برداشتی تو اصلا یا نه؟ نه بر نداشتم یه دونه برداشتیم بالا سقف یه دونه اگه هر گذاشتم. جا چوب دیدی بگو که یکی دیگه هم برداری. اوکی؟ باش خب یه سباشو بریم دیگه تموم شد. کجا رفتی؟ کجا بریم؟ من سباشو بیا. باید اینجوری کجا بیای بیام؟ دیگه نکن. اینجا منو میبینی؟ اوکی اونجا باید چیکار کنی؟ بهت میگم خب بیا دقیقا وسط ماشین وسط من باشه. بیا گاز بده گاز بده. گاز بده بوی ترمز کن ترمز کن ای خاک تو سرت. دهن تو من آره. من بهت گفتم ترمز کن. گوه فعلا بذار اینجا رو رد کنی. اه. باید دو نفره بزنیم. دو نفره باید بزنیم. ماشین. ماشین رو ترمز دستی مگه نذاشتی؟ برو ببین برو تو با بری بشینی پشت ماشین. برای چی بشینم؟ وایسا. تو برو بشی پشت ماشین من هول میدم. من نمیرم نشستی تو بگو. ماشین. بیا من از شیشه بندازمت داخل بیا. رفتم رفتی؟ ترمز خب صبر کن دستی من برم. کشیدم برو بگیر ببینم. وایسا. خب بزن بریم جلو دیگه. عملی بگم بریم. خودتو خاک چی بر شد؟ سرت کنم خاک بر سرت کنم. مشکلت تو بود که گاز دادی به سمت جلو. غلط کردی مثلا گاز ندادم. اینو بنداز. آفرین. بیا همینجا ول کن ماشین رو ببر جلو بریم دیگه بچه ها بدو. دیدید چه قشنگ ما مردیم. اینجا از اینا بود. خود تایر رو اوکی کن. خوبه اصلا مردیم قبول داری؟ HP تو پر شد. از اول شد دیگه بازی. بیا بریم این لغا رو بذار بالا. تایرها هم اوکی کردی. برو میله رو بذار رو صف عملی. فقط جون بذار اینجا پلو باید چیکار کنیم؟ فقط جون هر کی دوست داری کبره اونم بندازی پایین. بپون من چیزایی که واقعا رو کاری می‌تونی ندارم. بندازی. اگه میگم دیگه من کاری ندارم. غلامو میره تو هم. اون امه منگل نه یخینو. و کن تو هم گیر دادی. بیا خب الان اینجا میخوای چیکار کنیم؟ وایسا یه دقیقه. نکن. دندقم میدونستی نداره آقای خوشبخت. اگه ولش کنم برمیگردم. دو تا سرنگ واسه ریوایو کردن هم دیگه داریم. باید تو ویدیو من نشون بدم چی اینجا بوده. خب مگه الان ویدیو نمیگی؟ دو تا دو تا سرنگ بود و سه تا پیچ دیگه. باشه بالاخره خب دو تا چی بود؟ خب دوتا که هم بود. کجایی تو؟ آبش چرا یعنی خوشگله. حالا تازه کیفیت اگه ببری بالا بری. بلند کن. کیفیت بردم بالا. نه تا آخر هم تو آخر نیست. چرا تا آخر بردم؟ چطوری بهت ثابت کنم؟ میگم تو آخر نیست. یه دوک بداره اونجا که تو نمیدونی. الان گوش کن گرافیکم 1024 ضرب در 768. میگم که عملی چی بذارم؟ اینو بذارم 1280 ضرب در 1024. چیز کن ببینم اینو قول بده بریم جلو ببینم. خب من گرافیکو چی بذارم ببین. اینه بذار حالا فعلا برو جلو. گرافیکو بعدا اوکی کن. فعلا برو جلو. مثلا ویدیو گرافیک میخوام بذار. خب برو دیگه. چی میگی؟ حالا زی ماشین گیر کردن. میگن که آدم اسکوله از رو تو ساختن. بزن بریم جلو. خب پل بدم. بزن دیگه. وایسا. آرومچی بریم. برو دیگه. عملی برو جلو. دارم میرم. خب نمیره. خب من دارم واقعا ایو تا همه چی فشار میدم
این همستر تندتر از همستر دارم پول میدم ولی خب تاثیر نداره. چرا داریم میریم آروم آروم داریم؟ احساس کنم دستم داره پاره میشه. خب نباید که دکمه بزنی و فشار بدی. همینجور دستتو نگه دار روش. نگه میدارم نمیره. بزن باشه تا اینجا اومدیم بزن بریم. مملی بزن برو. بزن یه ذره دیگه مونده مملی. رسیدیم اونجا فقط بده سمت راست خودت، بده راست خودت برو تو خشکیا. برو خب تو نمیری. اینا که میدونم بازیشون این همه باگ داره چرا همچین چیزی درست کردن اصلا؟ باگ نی. اجازه بازیشه یعنی مثلا. بزن مملی تا جایی که قفل کنه دیگه این یارویه. الان قفل کرد. من سر همستر این همه خسته نشدم. فشار بخور من همستر چیز گذاشته بودم. مملی یه دقیقه همینجور نگه دار یه دقیقه. ببینم. احساس این واقعا دارم خسته میشم. تو رو خدا بی ماشین جابجا کن. نگه دار. چقدر جا دارم انقدر؟ راحت یدی برو نه تو آبا همونجا وایسا. مملی بیا بدو. آی دهنت سی. مملی پارش. یعنی دوست دارم نه بگیرم نکن پارت کنم. بیا بشین بریم. آجی درد اون موجی سیاهه برای تعریف واسه بچه ها تعریف کنم. واقعا حاجی واقعا قدش خیلی بلند بود. میخوایم تعریف. واقعا بیشوخی قدش حداقل 2 متر و 10 سانت بود. واقعا شوخی نمی. بگو بهش. یه دلای هم واسه من میگه بیایی یه دلای. بنداز اینو بده من من اینو بده من. ببینم. بیا پیچا رو درست کن. ولم کن. مال اون بره. درست کردی؟ مملی تایر رو بیا. باز کنی. تایر این یکی رو نگاه کن یکی رو نگاه. فقط این چه لاستیک بدنش. داره لاستیک داره فوشمون میده. بیا بشین. بلدی جا داره. ها میگم جا داره بلدی. کجا باید برم؟ حاجی من نگاه کن آه دیگه چجوری تا موندیش؟ مملی چیه موندیش داره چیه؟ میره. خب اینجا باید میخ بذاریم تلاش نکن باید میخ بذاریم. میخ هدر عبدالله نده. میخ هدر نده وایسا تو بدونش کن. بیا خودت بذار خب من میخ هدر هدر نمیدم. نده. بیا. طبیعی. مصرف خوب فقط یه میله باید اینجا بزنیم اینجا دیگه واجبه اینجا. نیاز نیست. چرا مملی اینجا خیلی بد جاییه. اینجا باید بزنیم. میتونی رد کنی اینجا. برو یه میله بیار اینجا من رد میکنم. میله میخوام. رفیقم یه میله بیار یه میله. نه میله بیار. میله کجا بیارم؟ رو سقف ماشین دیگه. شوم. مداری بیا. خب بیش از 20 دقیقه ویدیو بره چیز میشه دیگه. حجمش این بالا میاد چه بالا خبره؟ هم چیز میشه. پاره میشی. آره سر نت و ایناش. کنترل رو بردارم. بیا بردار دیگه ببینم بهت بیا. گوشی. بیا اینه. کو این دستم کجا بذارم بگیرش. کنترل کو اینه. بکشم. بذار برم بشینم تو ماشین. اوه بکش. خب الان ما بریم بس کنیم بمیری. وایسا ماشین داره میره سری باش. مملی سری. کجا برم؟ بیا اینجا دقیقا وسط ماشین اینجا باش. ریستش کن. سب کن صدا ریسپکت ایران ام تی ای اومد. بچه‌ها هم صدا ایران ام تی ای میاد به دلیل اینم بیا من میوت هستم. مملی هم در جریانم مگه نه؟ اینجا پل میخواد وایسا پل میخواد. یعنی روانی سازنده بازی. یعنی بازی دهن این مرحله رو تمام کنم جمع میکنم الکی نیستم توی خود. درست کن. چه شکلی هم منو نگاه کن. وای باز شروع شد. مملی آسونه که این قسمتش. شروع شد. آسونه فقط آدم پیر میشه تا میاد اینجا رو ببره. من میخوام یه کار کنم برای محض اطمینان.
الان میشه. بیا ردی همین. بعد ازگر جلو تایر من بذاری. من چجوری اینجا رو بیام؟ جلو تایر من نمیدونم باید یه جو بذاری. سب کن. این هندی که نمی جلو تایر تو برای بزنه. محض اطمینان اینم من زدم که اگه کنترل بیا بده من. نزدیک بود چیز شیم این پلن بیا رو داشته باشیم. بیا. کنترل بیا بده من. وایسا. من این چجوری بدم به دستم تا آخر روشه. چیکار کنم؟ بندازش. الان رفته بگیرش. بدو. یه پوک بزنم سگی برم. بله. بدو. همین مستقیم بیا. تموم شد. شانسی رد کرد. اما اینجا نیازه دوباره با برداری بری درخت. این نه درخت بعدی با بزنی. بزنم. اینجا احساس میکنم با بزنی. آره برو بزن. بودو سری باش. ولی بودو. احیانا کنترل داره میگه ته دریه. اینو مرد باش. برو بزن. اینو بگیر. یعنی میدونی چی دوست دارم؟ مهمترین وسیله بازی باکشه. بس که آره. یا همین رفیق. بودو ریستش کن برو بعدی. برو درخت بعدی. همینو ریست کن برو درخت بعدی. یه بار دیگه هم دستت خورد رو دکمه آر این کنترل رو خراب کردی بده میگم. شوخی هم ندارم. اینو میزنی خراب میشه. اینو قفل میکنی تو همش. بذارم با کدوم قفلش باز میشه. خب این الان با چه دکمه چیز میکنه؟ واشد قفلش الان باشه. بالا صفحه رو نگاه کن مینویسه. دیگه دستت نبینم بزنی رو آر. اولی به منو ایشان. بنداز تو ماشین. بنداز تو ماشین. قدم نمیرسه. تو اسکینا اینقدر قد کوچیک زدن. من بغل کن بندازم تو ماشین. چه دیگه نندازیم تو. صاف رفتم. کنترل برده بزن. دست درد. دهنه تو من. وایس همجا وایس صبر کن. نمیخواد تو دست نزن. دوباره اینو آر زدی. مثلا به کنترل نیاز داری؟ آره دیگه الان. یا علی اینجا چجوری میخوای بری؟ مسیر اینه. خوشی این چیه؟ این تابلوی چی میگه؟ این تابلوه میگه قراره اینجوری شیمونی کنم. این تابلوه قراره چجوری؟ اینجوری شیم. وایسا بهت بگم. ول کن بیا سعی بکش ماشین بیا ول کن. قراره تابلو ما رو اینجوری کنه. ببین. منو ببین. اوی. قراره تابلو ما رو اینجوری کنه. خب اینجا مونه باشه. ببین اینجا مونه قراره اینجوری کنه. خب برو ماشین رو بیار دیگه بدو. من قدم دوباره نمیرسه برم تو. و بزن. بکش. نمیاد. وایسا گیر کرد. نزن ده. بزن. الان میافتم. بیا ریستش کن. به کجا بس کنم؟ به همین تابلو بس. نه به این تابلو نمیشه. به اینجا بس کنیم. بعد تو راستاش بزن. نزن ماشین نمیندازی ته دره. میدونی قفل هستن برای چیه من ولی بزن. واقعا برای چیه؟ برای وقتی که داری از در میفتی ته دره. خوبه. نزن الان چک میکنی. بیا ریستش کن الان پاره میشه. خب چیزا بذار سر جاش. کنترل. تا من اینجا یه درستی بکنم اینجا رو. من همینجور دارم میزنم و خود به خود درست میشه. بیا این ته یه چک پوینت. بیا بودو سعی گاز بده. من
دارم ماشین رو اوکی میکنم. بیا ببین چه چیزایی ریخته، نرفتم سمتش نخوری ولی حالا احساس کنم یه ولی خب نه فقط احساس کنم یه حیوانی قراره پاره‌مون کنه ها. ببر تو رو خدا هیچی نکن. محمد دو تا راه بودا. میریم سمت راست تو. این یکی میگه آره همینو برو. پیاده شو اینجا رو لوت کنیم بریم اون یکی رو ببینیم اینجا ول کن بیا این کارت. کنترل کن. بیا پارت رو تموم کنیم بریم پارت بعدی. بیا بیا خب سریع. خب بچه‌ها امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه بدرود. خداحافظ. دست بلد نیستی تکون بدی. نه خب الان دارم این پولا رو هدر میدم، نگاه کن دارم پول هدر